با درود حضور بینندگان عزیز تلویزیون اینترنتی سازمان ایرانپاد. من سعید احمدی سخنگوی سازمان هستم و امروز 11 فروردین ماه 1392 خورشیدی مطابق است با سال 2572 هخامنشی شاهنشاهی و خوشحال هستیم از اینکه اولین برنامه تلویزیونی اینترنتی رو توانستیم با کمک دوستان و هموندان نازنینمون در سازمان به روی اینترنت بیاوریم و از این جهت یک ارتباط بین ما و شما برقرار بشه. عده‌ای از دوستان و همیهنان عزیز ما با سازمان ایرانپاد آشنایی دارند و برای اون گروه و دسته‌ای که آشنایی کامل با سازمان ایرانپاد ندارند بایستی عرض کنم که سازمان ما یک سازمان فرهنگی سیاسی است. یعنی در واقع ما از طریق فعالیت‌های فرهنگی کار سیاسی می‌کنیم و در واقع روشنگری اوضاع و احوال فعلی کشور و روشن کردن نقاط تاریک تاریخ معاصر ایران از وظایف اصلی و عمده این سازمان است، چون ما باور داریم به این است که پایه‌های جمهوری اسلامی بر روی جهل و خرافات استوار شده و همچنین اینها توانستند با ایجاد وحشت و ترس در بین مردم در داخل کشور و انجام ترورهای متعدد در خارج از کشور برای خود نفوذی دست و پا کنند و عده‌ای از واپسگرایان رو در کشورهای مختلف به خود جلب و جذب نمایند و از طریق اونها و پول سرشار نفت و گاز ما ملت ایران بتوانند به اهداف شوم و پلید خودشون چه در داخل و چه در خارج از کشور دست بیابند. لذا بهترین راه مبارزه با یک چنین رژیمی در دست گرفتن سلاح قلم است، سلاح بیان است و این که روشنگری کنیم و به مردم نشان دهیم که ماهیت این رژیم یک ماهیت قرون وسطایی است، حتی ما قبل قرون وسطایی است و رژیمی است فلاکت زده، عقب مانده، بی‌کفایت و دلیل این مدعا هم این است که وضعی که امروز در کشور ما جریان دارد نشان دهنده آنچه است که خدمت شما بیان شد. لذا همونطور که عرض کردم روشنگری و نشان دادن واقعیت‌های تاریخی به ملت ایران میتواند بزرگترین ضربه را به پایه‌های این رژیم وارد بکند. در همین راستا سازمان ایرانپاد در طی سالهای وجود خودش سعی کرده است با انتشار ماهنامه، با انتشار کتاب‌ها و مقالات تاریخی و سیاسی، با دعوت از سخنوران و تشکیل کنفرانس‌ها و سمینارهای مختلف در این راستا کوشش نماید و در این راه پیروزی‌های خوبی هم به دست آمده است. سازمان ایرانپاد اصول و عقاید خودش و یا به تعبیر دیگر ایدئولوژی خودش رو بر اصولی بنیان گذاشته است که به باور من و به باور دوستان و هموندان من در سازمان ایرانپاد عموم ملت ایران بر اون باور هستند و اون اصول رو قبول دارند. اصل اول براندازی رژیم جمهوری اسلامی است، زیرا نه ما نه ملت ایران بلکه همه جهانیان به این نتیجه رسیدند که این رژیم در مرتبه اول رژیمی است که کفایت کافی ندارد و در مرتبه دوم قابل اصلاح نیست و با ماهیت عقب مانده‌ای که دارد و با قانون اساسی که دارد و اصل ولایت فقیه، این رژیم به هیچ وجه منطبق با شرایط روز مردم ایران و کشور ایران و شرایط جامعه جهانی نیست. لذا قبل از این که مملکت رو به طور کامل مضمحل بکنند
و بیش از آنچه که خسارت تاکنون وارد کرده‌اند به کشور و ملت ایران صدمه بزنند، لازم است که این رژیم رو ما ایرانیان به دست خودمون از طریق اتحاد، از طریق یگانگی به زیر بکشیم و او رو با یک رژیم مدرن امروزی که منطبق باشد با خواستهای ملت ایران و شرایط استراتژیک کشور عزیز ما جایگزین کنیم. اصل دوم حفظ استقلال و یکپارچگی کشور و حفظ تمامیت ارضی ایران است که ما با هر شکل و به هر نوع و به هر طریق، با تجزیه طلبی، با فدرالیسم، با جدایی بخش‌هایی از ایران به شدت مخالفیم و مبارزه جدی و بی‌امان با تجزیه‌گران و کسانی که داعیه جداسری دارند داشته ایم و خواهیم داشت. اصل سوم پرچم شیر و خورشید نشان سرنگ ایران است که ما او را به عنوان پرچم ملی ایران قبول داریم و مورد احترام ما هست و آن را پرچم پر افتخار ایران و ایرانی و یگانه پرچمی می‌داریم که در سرزمین ما میتواند با افتخار به اهتزاز درآید. و سرانجام ما معتقد هستیم که حکومت آینده ایران بایستی حکومتی باشد سکولار، اصل جدایی دین از حاکمیت و از رژیم بایستی کاملا جدا باشد. رژیم و دولت و مجلس ایران و همچنین دستگاه قضایی کشور بایستی مبرا از ایدئولوژی های مختلف باشند تا بتوان عدالت رو در کشور گسترش داد و مطمئن بود که عدالت اجتماعی میتواند در سراسر ایران برای زن و مرد ایرانی و تمام اقوام ایرانی به یکسان رعایت بشود و همه در اون سرزمین از آنچه که متعلق به همگان است به صورت یکسان استفاده ببرند. و سرانجام آنچه که در نهایت مورد تایید ما هست و بر اون تأکید بسیار داریم این است که پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بایستی ملت ایران در یک همه‌پرسی شرکت نموده و در اون همه‌پرسی نوع رژیم آینده ایران را تعیین نمایند و رژیم آینده ایران بایستی تبلور اراده